و به داخل تالاب خشک می‌ریزد و به شکل معجزه آسایی آن را احیا می‌کند. زمینی که تا کمی قبل خشک و ترک خورده بود حالا به صحنه نمایش پربیننده و محبوبی مبدل می شود و حیوانات بسیاری را از اقصا نقاط کالاهاری به اینجا می کشاند. جانورانی در ابعاد و اشکال مختلف، از ظریف‌ترینشان گرفته تا عظیم و جثه ترین. پنج برادرند که بر این محدوده حکمرانی می کنند. ولی با وجود این تعداد چهارپای مناسب برای شکار طولی نمی کشد که سر و کله گروه‌های دیگری از شیرها هم پیدا می شود. آخرین گروهی که وارد منطقه شده از 7 شیر جوان تشکیل شده، 2 ماده بالغ و بچه هایشان که 3 تا نر و 2 تا ماده هستند. خودشان را به توده رو به رشد چهارپایان گرد آمده در اطراف تالاب نزدیک می کنند. توله های آنها حدوداً 12 ماه هستند و درست مثل نوجوانها در حال شکل دادن به شخصیت های مجزایشان هستند. جوانترین ماده از همه ماجراجوتر است و همچنین کنجکاوتر. او موفق شده یک پلیکان بگیرد